سلام عزیزکانی من، نبیرگان شیرینم و اینک باز دیده به دیدار رسید. نبیرگان شیرینم، پیش از آغاز افسانه شعری قرائت کرده خواننده مکتب رقم 38 ناحیه سر آسیای ولایت سرخاندریا نیسا مظفرآوا را شنوید. رز میانیارم گربه منی ها کرد، پرانده آبی دهان خود را مدح و ثنا کرد. با خود ندارم همتا تا کنون در دویدن، حتی شمال با من نتواند رسیدن. چشمانی میشی من تیز از چشمانی عقاب، با یک نگاه آورم ماهی را بیرون از آب. گربه‌ای که تهندش گفتا مرحمت دوید، ایام می شود غالی کدامی ما می شوید. پرهای بازی اکد از یدی برآمد، تنها بدید از پیش اکه به مره آمد. آن که هوایش بلند و آن که بلاف پایوند، مانندی این ندارد و گربه خود پسند. آفرین نیسا جان. عزیزکانی من، اکنون میگذریم به نقل افسانه. من امروز برای شمایان افسانه کتاب چراغ عقل است را گفته میدهم. بود نبود بودگار بود، زمین نبود شدگار بود. در یک زمان در یک مکان یک پادشاه زندگی میکرد. روزی از روزها پادشاه وزیرانش را به نزدش جیغ میزند و میگوید با من همین خیلی یک چیز رو یافته آرید که شب چی شد، امروز چی می شود و فردا چی خواهد شد. انا همین چیز رو با من گفته دهد. همه واقعه های در جهان شده استاده رو من باید فهمم. وزیران به فکر فرو می روند و در کافت و کابی آن چیز می شوند. هرچند فکر می کنند اما آن چیزی پادشاه گفته رو یافته نمی توانند. به نزد پادشاه نان می آورند و قلیچ می آورند، ولی پادشاه در غضب شده آنها را رد می کند. وزیران باشد مصلحت کرده به نزد دانشمند پیر می روند. دانشمند در دست صندوق به نزد پادشاه می آید و صندوق را گشاده از درون آن کتاب را گرفته می برارد. کتاب را به نزد پادشاه گذاشته می گوید در دنیا دو چیز از همه مقدس است، این کتاب و نان می باشد. نان به ما رزق و روزی می دهد و زیب دسترخوان ما می باشد، اما کتاب باشد و معنویت ما را انعکاس می نماید. کتاب شب چی شد، امروز چی شد و فردا چی می شود به ما گفته می دهد. دانشمندان بزرگ شخصی که کتاب نمی خواند نادان است و در خانه که کتاب نیست آن خانه به مانند زمستان است می گویند. از جواب دانشمند پادشاه خیلی خرسند می شود و به دانشمند سرپا می کند و پول و طلای بسیار هدیه می نماید. دانشمند باشد پول و طلاها را گرفته به بازار می رود و کتاب بسیار خریده به مردم تحفه می کند. انا دیدید بچه‌های عزیزم، کتاب روشنگر دلها می باشد، روشنگر راه ها می باشد. با کتاب خواندن عادت کنید. کتابخوانی جهان بینی شمایان را وسیع می نماید. با همین عزیزانم افسانه این شبه من به آخر رسید. من به همه شمایان خواب شیرین تمنا می نمایم و تا شامگاهان دیگر خیر می گویم.